کولر صنعتی رو داریم که با موتور BLDC هست و با موتورهای 3 اسب و 3 فاز. آکسیال این برای فضای گلخونه است. بین 600 تا 700 متر مربع رو گرم میکنه. داخل کولر هم میتونید ببینید. کولر هواگرمی که می‌بینید به این شکل 32 تا شبکه داره. تمام شبکه‌ها استیل، دیگ استیل، 2 تا فن 85 در 85 داره به همراه 2 تا موتور 2 اسب. یه تابلو برق داره، ترموستات محیطی، ترموستات دیگ و به صورت کامل عمل میکنه. اینجا یک کولر دیگر رو داریم، کولر 60000 آکسیاله. برای فضای 700 تا 800 متر مربع رو سرد میکنه بدون کانال کشی، نیاز به هیچ کانال کشی نداره. موتورش 3 اسب 3 فازه. اینجا هم یک کوره هوای گرم داریم برای فضای 400 تا 500 متر مربع رو گرم میکنه که قابلیت برای گلخونه ها معمولا قابل استفاده است. کولر هم که عرض کردم کولر 15